و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که وقال ان الله اصطفى بني اسماعیل واصطفى من بني اسماعیل کنانة واصطفى من کنانة قریشا واصطفى من قریش بنی هاشم واصطفانی من بنی هاشم. ببینید پیامبر علیه الصلاة و السلام چی گفتند؟ الله تعالی فرزندان اسماعیل را اختیار کرد. ببینید حضرت ابراهیم دو پسر داشتند، یکی اسماعیل که از هاجر بود، مادرش هاجر است، دیگری اسحاق که مادرش سارا است. سارا هاجر را به حضرت ابراهیم تحفه کرده بود. وقتی که به مصر در آمدند، پادشاه مصر همین خیلی عادت داشت که کسی زنش زیبا باشد غصباً کشیده می گرفت. بعد حضرت ابراهیم وقتی که پرسیدن که این کی است، گفتن خواهرم. نگفتن که همسرم، مقصد خواهرم گفتن، منظور خواهر اسلامی هم گفتن، دروغ نبودین. لیکن این دروغ شماریده روزی قیامت شرم داشتن به شفاعت روان. و با وجود این که همسرم نیو خواهرم گفتن، پادشاه خواست غصب کند، ولیکن سارا هم زنی با تقوا و صالحه بود. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم احفظ الله یحفظک گفتن، الله تعالی رو محافظت کن، الله تعالی تو رو محافظت میکنه. کسی حدود الله تعالی رو محافظت کند، فرمانهای پروردگار عالم را اجرا کند، از من کرده های الله تعالی خودداری کند، الله تعالی او را محافظت میکند. و پادشاه وقتی که به سوی سارا نزدیک شدن میخواست، به زمین غوطه میزد تا زانوش. 3 مراتبه همین خیل حرکت کرد، 3 مراتبه به زمین غوطه زد. بعد گفت که دعا کن که الله تعالی ما را از این حالت بیرون برارد. من وعده میدهم که به تو غیر از نیکی دیگر نشان داده نمیکنم. بعد وقتی که دعا کردن، هاجر را تحفه کرد. هاجر یک دخترچه کنیزک بود، از آن پادشاه بود. به سارا تحفه کرد، گفت که این دخترچه یعنی خدمتگار تو شود، بگذار، تو یک زنی صالحه بودی، مقصد همین دختر خدمتی تو کند. وقتی که دختر به سن کمال رسید و حضرت سارا که فرزند نداشتن، ابراهیم علیه السلام هم به سن 86 سالگی رسیده بودن، بعد ناامید شد که مقصد اکنون من فرزنددار نمیشم، بگذار اکنون شوهرم از دیگر زن باشدم خیلی فرزنددار شود. گفته گذشت کرد و هاجر را داد. وقتی که ابراهیم علیه السلام از هاجر فرزنددار شدن، رشک کرد سارا، گفت که دست و پاهای همی کودک میکنم. ببینید از زنی با تقوایی که اگر دعا کنه در حال دعاش قبول میشد، از رشک چی میگد؟ دست و پاهاشو سراش کنده میپرتون میگد همین کودک. و حضرت ابراهیم گرفته با مکه برده موندن از ظلم ظالم که با نکشد آخر، برای آنکه رشک زنها به ظلم و کفر هم برده میرساند. حضرت علی گفتن که غیرت النساء کفر و غیرت الرجال دین. غیرت مردها دین است، رشک مردها دین است، برای آنکه کسی که رشک ندارد دیوث است. این از دینداری انسان است که انسان رشک دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اتعجبون من غیرت سعد، شما مگر از رشک سعد ابن عباده در حیرت ماندید؟ والله لانا اغیر من سعد، قسم به نام الله تعالی که من از سعد دیده به غیرت تر هستم، صاحب رشک بزرگ هستم. والله اغیر منی، الله تعالی از من دیده رشکش بزرگتر است. بعد ببینید الله تعالی به حضرت سارا هم فرزند داد، اسحاق. وقتی که اسحاق فرزنددار میشد، همه پیغمبرها از اسحاق بود و یکی از فرزندانش یعقوب علیه السلام، پدر یوسف علیه السلام. دیگر فرزندانش یوسف علیه السلام. ببینید بعد از نسل حضرت یوسف داوود و سلیمان و بعد حضرت موسی و عیسی و موسی پیشتر از داوود و سلیمان، بعد آخرش پیش از عیسی زکریا و یحیی و عیسی و تمام پیغمبرها از نسل اسحاق است. ببینید با وجود این پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ الله تعالی فرزندان اسماعیل را اختیار کرد. اسماعیل فرزنددار میشود، پیغمبر نه، نویردار میشود، پیغمبر نه. 40 فرزندانش فرزند تولد میکنند، یگانتش پیغمبر نیست.
لیکن 41مینش جناب محمد صلی الله علیه وسلم سید الاولین و الاخرین، سید اولین و آخرین، فخر فرزندان آدم، از کمری اسماعیل به دنیا آمد. ببینید الله تعالی فرزندان اسماعیل را اختیار کرد، یعنی از فرزندان اسحاق بهتر گردانید. گفتند یک پیغمبر دارد ولی که از همه پیغمبرها بهتر است، صلوات الله و سلام علیه. در ابتدا گویا که الله تعالی اسماعیل را پایان کرد گویا، لیکن بعد 40 نسل ببینید چی فرزنددار شد. و اصطفى من بنی اسماعیل کنانه، از فرزندان اسماعیل زیاد هستند لیکن کنانه را اختیار کرد الله تعالی. بعد از کنانه قریش را، بعد از قریش بنی هاشم را، بعد مرا از بنی هاشم اختیار کرد. ببینید خود عبدالمطلب 10 فرزند داشت، از پدرش عبدالله، از پدر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم عبدالله را الله تعالی اختیار کرد. همین گونه یعنی که این پیامبر صلی الله علیه و سلم صاحب بهترین نسب هستند.